کی رای دیگه؟ من به جمهوری اسلامی رای ندادم. کی دیگه رای؟ والا منفی بوده دیگه در صورت. ممکنه علت بگی؟ برای اینکه فکر میکنم اینا که حرفایی که میزنن در واقع سرده. بعد یکم جمهوری که به وجود میارن همونه که خودتون دلتون میخواد. چون این در صورت در هر حال شما نه رو به چه عنوان خوندن؟ خب برای که اگر واقعا 100% اون من بیشتر به خاطر زنان جمهوری ندادم. برای اینکه وضع مملکت اینا اومدن میگن مثلا حجاب باشیم، با اینکه اگر بخوان حجاب باشه در درجه 100 و 1000. یعنی من فکر میکنم که جمهوری اسلامی مقداری که از طرف امریکا باشه. ممالک جمهوری اسلامی بکنن که لااقل تا 25 سال دیگه لااقل کمونیست‌ها دستون کوتاه بشه.